حرف صحبتم با رهبریه. آقای خامنه‌ای، یا تو این مملکت زندگی نمی‌کنی یا اگر زندگی می‌کنی درد مردم نمی‌بینی. بابا مردم خسته شدن، مردم واقعا بریدن. اینی که سکوت میکنن دلیل بر ترسشون نیست، دلیل بر خوبیشون. نمیخوان که مملکت ما اصلا بپاشه. بابا یکم به خودتون بیاین، مردم رو درک کنین. مردم شب نون ندارن سر سفره زنماتشون ببرن. مردمی که از اول ما تا وسط ما با قرض و قول زندگی میکنن، آخر ما هم دنبال کرایه خونه، دنبال اینن که از کسی کی بتونن قرض کنن کرایه خونه‌شون پرداخت کنن. فکر می‌کنین از چی میترسن؟ ما نمیترسیم، ما بدبختیم. ما اینکه انقدر مشکلات تو زندگی داریم که نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم واسیم نگاه کنیم بقیه رو. بیرون میریم طلبکارم، میایم خونه طلبکارم. بابا هر چیزی توی این مملکت ما دست داشتیم توش خراب شد. گفتیم ماشین بخریم بشه سرمایه، از اون ور نه بابا ماشین میره بالا دیگه میاد پایین. گفتیم خونه بخریم بازارش خوابید. گفتیم طلا بخریم خریدیم رفت بالا، یه دفعه می‌خواستیم بفروشیم اومد پایین. بابا چکای مردم داره روز به روز برگشت میخوره، زندونا دیگه جا ندارن. یه خود فکر مردم باش. بلند میشه میگه مکانیزم معاشه چیزی رو اقتصاد تاثیر نمیذاره. بابا این تاثیر از این بدتر که تو این زندگی مردم دارن فقط سختی میکشن، دارن فقط میرن خونه سرشون رو پایی میزنن، صبح شب تو گوشی دنبال چی دارن میگردن فکر میکنی؟ دنبال درد مردم. خسته نشدی از این هم حرف شنیدی؟ بابا بس دیگه، یکم به خودت بیا، یکم مردم تو درک کن. بابا ما ترسون نیستیم، ما جنگ نمیخوایم، ما میخوایم تو زندگی خودمون تو رفاه باشیم. میخوایم حداقل زمانی که با زن بچه‌مون بیرون میریم خرید ساده‌ای میخوایم بکنیم، شرمنده زن بچه‌مون نشیم، دستمالی خونه بر نگردیم. یک دقیقه فقط برو تو خیابون دور بزن، مردم تو نگاه کن، ببین همه افسرده، همه غمگین، هیچ کس نوع صحبت نداره. اون موقع تو هم بلند میشینی میگی مردم ما مردم پشت رهبری هم. بابا کدوم پشت رهبری؟ مردم الان فکر اینن که شب چطوری برن خونه بزن بچه‌شون نگاه کنن. آقا قدرت داری، برش داری. من ایرانیم، پولم ریاله نه دلار. زندگی با دلار خرجم با ریال. منی که با دلار 130 تومانی دارم زندگی میکنم، آینده بچه‌مو کجا باید ببینم؟ بابا ما هم خسته شدیم دیگه، بس دیگه. بابا یه روز یه خبر خوش اومدیم، یه روز بلند شید بگین آقا این مملکت درست شد. فقط دزدی، راندخاری، کثافت بازی. بابا ول کنین دیگه، بابا دیگه بس دیگه. تا کی میخواین کارتون ادامه بدین؟ یه حرکتی بزنین دیگه. آقا یا من اون نوعی رو بردین از بین ببرین که شرمنده زن و بچه‌م نشن، یا آقا دست ما رو بگیریم حداقل شب میریم خونمون پیش زن و بچه‌مون بتونیم صورتشون نگاه کنیم.